داستان لیلی و مجنون. قسمت اول. قیس زیبا. گوینده داستان چنین گفت، آن لحظه که در این سخن سفت. سلام، میخوام داستان لیلی و مجنون نظامی رو براتون تعریف کنم. داستان لیلی و مجنون در اصل یک داستان عربیه. روایت‌هایی از اون در بین مردم مشهور بوده و شروانشاه، پادشاه محلی زمان نظامی، از اون میخواد که این داستان رو به شعر در بیاره. یک دهقان ایرانی ماجرای اصلی داستان رو برای نظامی تعریف میکنه و اون داستان رو در 4700 بیت و در طول 4 ماه در سال 584 به پایان میبره. به این ترتیب یکی از زیباترین داستان‌های ادبیات فارسی سروده میشه. حالا داستانی که میشنوید ترکیبی از شعر و قصه به روایت منه که خدا کنه خوشتون بیاد. همونطوری که گفتم داستان اینطوری شروع میشه که گوینده داستان چنین گفت، آن لحظه که در این سخن سفت. که از ملک عرب بزرگواری، بوده است به خوبتر دیاری. بر آمریان کفایت او را، مأمورترین ولایت او را. نظامی میگه گوینده این قصه لحظه‌ای که داشت این داستان رو مثل گردنبندی از جواهر کنار هم میچید برای من تعریف کرد. گفت که در سرزمین عرب انسان بزرگواری بوده که در زمینی آباد زندگی میکرده. اون رئیس قبیله بنی عامر بوده. خاک عرب از نسیم نامش، خوشبوی تر از رحیق جامش. صاحب هنری به مردمی طاق، شایسته ترین جمله آفاق. یعنی انسانی معروف و دوست داشتنی که وجودش خاک عرب رو خوشبو کرده بود و البته اون شایسته این بزرگی و مقام بود. سلطان عرب به کامکاری، قارون عجم به مالداری. مثل پادشاهان عرب خوشگذرون و مثل قارون ثروتمند. درویش نواز و میهمان دوست، اقبال درو چو مغز در پوست. می بود خلیفه وار مشهور، و از بی خلفی چو شمع بی نور. انسانی که به فقرا توجه می کرد و مهمان دوست بود و خوشبختی همیشه همراهش بود. اون مثل خلیفه ها مشهور بود، اما به خاطر اینکه فرزند و جانشینی نداشت مثل شمعی بود که نور نداشته باشه. محتاجتر از صدف به فرزند، چون خوشه به دانه آرزومند. صدف اگه درونش مروارید نباشه قیمتی نداره. خوشه هم اگه بدون دونه باشه نمیارزه. همیشه نذر و نیاز و بخشش میکرد و از فقرا دستگیری میکرد و به همه کمک میکرد تا خدا حاجتش رو روا کنه و فرزندی به اون بده. تا اینکه ایزد به تضرعی که شاید، دادش پسری چنان که باید. نورسته گلی چو نار خندان، چه نار و چه گل 1000 چندان. روشنگوهری ز تابناکی، شب روز کن سرای خاکی. بله، خدا حاجتش رو روا کرد و پسری زیبا به اون داد که از 1000 گل خندون تر بود و چهرش از آتش تابنده تر، طوری که زندگی اونا رو روشن کرده بود. حالا پدر چه ذوقی میکنه چون دید پدر جمال فرزند، بگشاد در خزینه را
بند از شادی آن خزینه خیزی میکرد چو گل خزینه ریزی. پدر از خوشحالی در خزانه رو باز کرد و شروع کرد به بخشیدن و دست و دل بازی. بعد به رسم عرب ها در اون زمان تصمیم گرفتن که کودک رو به دست دایه بسپارن. اما چرا دایه؟ چرا خودشونو کودک رو بزرگ نمی کردن؟ چون اونا اعتقاد داشتن که علاوه بر این که دایه ها شیر فراوانتر و سالمتری دارن، قسمت بزرگی از خصلت ها و ویژگی ها از طریق شیر منتقل میشه. به همین دلیل متناسب با خلق و خویی که دوست داشتن فرزندشون داشته باشه، دایه‌ای رو انتخاب میکردن و کودک رو به اون میسپردن. مثلا اگه دوست داشتن کودک دلیر باشه، دایه‌ای شجاع رو برای اون انتخاب میکردن. یا اگه میخواستن دختر عفیف و پاکدامن باشه، دایه‌ای پاکدامن و نجیب رو پیدا میکردن. یا اگه میخواستن که خانه‌دار و همسر دوست باشه، به همین ترتیب عمل میکردن. به این ترتیب بخش مهمی از مراحل تربیت رو بدون زحمت زیاد طی میکردن. فرمود ورا به دایه دادن، تا رسته شود ز مایه دادن. دورانش به حکم دایگانی، پرورد به شیر مهربانی. پرورد به شیر مهربانی. روزگار خواب دیگه ای رو برای مجنون دیده بود. پدر غافل بود که هر روز مهربونی همراه با شیر دایه به حکم قضا و قدر داره وارد بدن مجنون میشه. هر شیر که در دلش سرشتند، حرفی ز وفا در او نوشتند. هر مایه که از غذاش دادند، دل دوستی در او نهادند. هر نیل که بر رخش کشیدند، افسون دلی بر او دمیدند. نظامی میگه هر غذایی که کودک میخورد انگار یه مایه‌ای از عاشقی همراه خودش داشت. هر قلمی هم که به صورتش یا سرمه‌ای که به چشمش میکشیدن، انگار سحر و جادویی از عاشقی رو همراه با اون به صورتش فوت میکردند. از مه چو 2 هفته بود رفته، شد ماه 2 هفته بر 2 هفته. شرط هنرش تمام کردن، قیس هنریش نام کردن. خب این طفل زیبا که شیر عاشقی خورده و بزرگ شده، هنوز 2 هفته از عمرش نگذشته که مثل ماه شب 14 زیبا شده. اسم قیس رو براش انتخاب کردن، چون بر سر این گذشت سالی، بفزود جمال را کمالی. جناب قیس 1 ساله شده بود که علاوه بر زیبایی یواش یواش خلق و خوی بزرگی هم پیدا می کرد. تعبیر زیبایی از رشد عاشقانه قیس یا همون مجنون رو نظامی اینجا تعریف میکنه که لذت بخش عشقش به 2 دستی آب میداد، زو گوهر عشق تاب میداد. میگه عشق با هر 2 تا دستش به اون آب میداد، یعنی آب فراوون میداد و اینطوری گوهر عشق هر لحظه به واسطه مجنون تابنده تر میشد. یعنی مجنون قرار بود عشق رو به اوج برسونه. سالی 2-3 در نشاط و بازی میرست به باغ دلنوازی. چون شد به قیاس 7 ساله، آمود بنفشه کرد لاله. میگه 2-3 سالی رو با نشاط و بازی گذروند. یواش یواش سرخی صورتش سرخ و سفید و زیباتر شد. که از 7 به 10 رسید سالش، افسانه خلق شد جمالش. هر کس که رخش ز دور دیدی، بادی ز دعا بر او دمیدی. شد چشم پدر به روی او شاد،
از خانه به مکتبش فرستاد. خلاصه اینکه 2-3 سال به این ماجرا گذشت و مجنون به بازی در باغ و بستان بزرگتر شد. 7 ساله که شده بود از زیبایی افسانه‌ایش همه اونو میشناختند و 10 ساله که شد از هر جا رد میشد مردم وردی برای چشم زخمش میخوندن و به اون فوت میکردن. پدر هر لحظه بیشتر از لذت فرزند بهره میبرد. فرزندی که قرار بود عصای پیری پدر و مادرش باشه. اما شاید روزگاری که اون شیر رو به گلوی مجنون ریخته بود بنای دیگه‌ای داشت. خب بالاخره وقتش رسید تا قیس به مکتب بره، یعنی مکتب خونه. اما مکتب خونه جایی بود که دختر و پسرای نوجوان با هم درس می‌خوندند و توی این دانش آموزا دختری بود که نظامی به زیبایی این طوری توصیفش میکنه: آراسته لعبتی چون ماهی، چون سرو سهی نظارگاهی. مثل ماه زیبا و مثل سرو بلند بالا، شوخی که به غمزه کمینه، سفتی نه یکی 1000 سینه. با یه غمزه اون 1000 تا سینه عاشق خراش برمی داشت. آهو چشمی که هر زمانی، کشتی به کرشمه‌ای جهانی. ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل ربودن. حتما میدونید که ماه توی سرزمین های عربی که کویره زیباتره. ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل ربودن. ترک ها هم که از قدیم توی کتازی و چوگان بازی و ربودن دل مشهور بودن. پس اون دختر مثل ماه عربی زیبایی بود که دلها رو مثل گوی می رو بود. کوچک دهنی بزرگ سایه، چون تنگ شکر فراخ مایه. دهنش کوچیک بود و قدش بلند و میانه بدنش مثل تنگ شکر. تعویذ میان همنشینان، در خورد کنار نازنینا. منظور از تعویذ همون چشم زخمه، همون چیزی که برای جلوگیری از چشم زدن به کار میره. منظور شاعر اینه که وقتی اون بین زیباروها میشست مثل چشم زخم بود، چون با وجود زیبایی اون هیچ کس دیگه‌ای به چشم نمی اومد که چشم بخوره. محبوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی. دقتی که نظامی تو استفاده از کلمات داره حیرت آوره. شاید بدونین محبوبه همون گل محبوبه شبه. این گیاه گلای رنگارنگی داره که تو شب باز میشه و عطر و بویی که داره فقط تو شب پراکنده میشه. مهمتر این که اگه به برگاش دست بزنی دستت بوی بدی میگیره. و این درست تمام اون خصلت‌هاییه که یک زن عفیف و پاک دامن باید داشته باشه. محبوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی. دختری که اگه بخوایم جوانی رو به شعری تشبیه کنیم، شاه بیتش میشه این دختر. حالا این محبوبه بیت زندگانی و شه بیت قصیده جوانی رو
همینجا داشته باشین تا ادامه داستان رو توی قسمت بعد تعریف کنم. قسمتی که شنیدید پژوهشی بود در داستان لیلی و مجنون به روایت سعید حیدری، تنظیم فرهاد قاآنی و با همکاری آنات مدیا.